میگه امشب کلوپم کاشف عمل میاد یه جای دیگه است. میگه همین الان راه میافتم 2 ساعت بعدش هم نمیرسه. این خانم یادش داده دیگه، وگرنه تا قبل اینکه اینا بیان تو خاندان ما کجا این همه پنهونکاری و دسیسه داشتیم. اینا خیلی خاطر شما رو میخوان دست از سر دامادتون بردارن. ببخشید شیرین خانم. شهرزاد الان وقتش نیست. چرا وقتش هست؟ اتفاقا منم همیشه خواستم که قباد چه با من چه با شما چه با همه راستگو باشه، اما نمیشه. کاملا هم واضحه که چرا نمیشه. شهرزاد بزرگ آقا با اجازتون من برم دیگه. نه خیر، اجازه نداری. وایسا بینم واسه چه حرفتو درز گرفتی ها؟ چرا نمیشه؟ چون زندگی زوری تو این خونه، اونم با زن خودخواهی که هیچ درکی از محبت نداره، هر مردی رو وادار به دروغ گفتن میکنه.